همه تخم مرغات رو توی ظرف نذار. این چیزیه که از قدیم به گوش همه ما خورده. حرف درستی هم هست، خیلی اشتباه نیست. خیلی از دوستان هستن به اندازه کافی در ایران سرمایه گذاری کردن، خونه دارن، ویلا دارن، ملک دارن، کارخونه دارن یا هر چیز دیگه. حالا دوست دارن یه چیزی، پایگاهی، سرمایه‌ای در یک کشور دیگه هم داشته باشن. اسپانیا کشور بسیار بسیار عالیه، کشور شاد، کشوری که فرهنگش هم به فرهنگ ما تقریبا نزدیکه. شما میتونید با خرید ملک به ارزش 500,000 یورو، من فکر میکنم به اندازه یه آپارتمان تقریبا 100 متری در تهران میشه، در اسپانیا یه ملکی رو خریداری بکنید. حتی میتونید اجاره بدید به یورو، اجاره خودتون رو بگیرید، اما در کنار این خرید ملک میتونید اقامت خودتون و خانواده‌تون رو بگیرید. بچه‌هاتون در کشور اسپانیا از تحصیل رایگان استفاده میکنن، همسرتون میتونه بره کار بکنه هر جا که خواست، خود شما میتونید بیزینس خودتون رو در اسپانیا داشته باشید و در دیگر کشورهای حوزه شنگن. یعنی کسی که اقامت یک کشور اروپایی رو میگیره در مابقی کشورهای حوزه شنگن هم میتونه اونجا کار بکنه، زندگی بکنه، حساب بانکی باز بکنید و از شرایط بسیار بسیار خوبی خودتون و خانواده‌تون رو بهره مند بکنید. اقامت اسپانیا یا همون گلدن ویزا از طریق خرید ملک بدون شرط حضور، بدون شرط زبان، یکی از بهترین گزینه‌ها برای افرادی است که میخوان خارج از ایران سرمایه گذاری کنند. اگر میخوای اطلاعات بیشتری رو کسب بکنی، واژه اسپانیا یا گلدن ویزا رو زیر همین پست برای ما کامنت بکن تا همکاران با شما تماس بگیرن. My heart is a ghost town.